فقط بخارا این گهواره تاجیک است. احتمال می‌رود که زبان تاجیک از همین جا پیدا شده باشه. هم معتاد می‌دارد تا این سرمی در بخارا 1 میلیون تاجیک زندگی می‌کند. اون تحقیقات بزرگ نما کجا دست آوردن. همه جبر قشلاق‌های کلام تاجیک‌ها زندگی می‌کنند. 1000 سال 2000 سال شده. فکر می‌کنم که اگر همه قدر خلق یک مکتب تاجیکی نیست. 52% مکتب‌های ولایت تاجیکی بود. 37% ازبکی بود. موندگیش روسی قزاقی بود. می‌خواستم که اعتبار داشتن مکتب‌های تاجیکی بود. لیکن از جهت شمارت ما در ولایت در جای یکم نیستیم. 1 میلیون مختون من اگر نتوشد می‌تونم متونم فیلم با تدخیصات بزنم به 70 دلار. لیکن اصولی ما هم وابسته هستن. درد من گفته تو نمی‌خواد. و درد من نگویم این مسئله حل نمیشه.